بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با بچهای رسانه باب‌الحسین اومدیم تو کوچه خیابونای شهرمون تا با مردم شهرمون گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشیم. دوست عزیز سلام. سلام. یه چند تا سوال داشتم ازت. آخرین کادو و بهترین کادویی که به پدرت دادی چی بوده؟ بهترینش خب مسلماً سلامتی بوده. سلامتی، احسن. برای روز پدر چه کادویی در نظر گرفتی که همین آخر هفته است؟ خب برای روز پدر چیزای زیادی هستش، ولی به نظر من خودم پیراهن. خب یه سخن، یه جمله آقا امیرالمومنین تو یه جمله برام توصیف کن. مرد خوبی بودن، خوش اخلاق بودن، یه جوره بعد پیامبر میتونیم بهترین مرد دین و عالم بشماریمشون. احسن، ممنونم، تشکر عزیزم. خدا نگهدار. بهترین کادویی که روز پدر به پدرتون هدیه دادین چی بوده؟ یادم نمیاد. یکم حالا فکر کنین. بهترین کادو وسیله که احتیاج داشته بهش. پدر من به خاطر بیماری که تو پاهاش داره نمیتونه نمازشو مثلا سرپا بخونه، براش از این صندلیای نماز میخونن میز داره، از اونا براش گرفتم. انشالله که خدا شفاشون بده. الان من ازتون درخواست کنم تماس باشون بگیرین، تماس میگیرین؟ در شرایطی نیستن که جواب بدن. آها، نمیتونن جواب بدن. نه متاسفانه. شما بهترین کادویی که برای روز پدر برای بابات گرفتی چی بوده؟ زیرپوش. زیرپوش. عرضم به حضورت یه جمله به پدرت میگی از پشت این پوشی؟ پدرم همیشه مثل کوه پشتم واسطه. احسن. خب عرضم بذار یه سوال دیگه ازت دارم. آقا امیرالمومنینی که برات تو مدرسه توضیح دادن و تو خانواده میشناسی دیگه آقا امیرالمومنینو، یه جمله از آقا امیرالمومنین میتونی بگی؟ نه. نمیتونی بگی؟ مرسی، ممنونم، تشکر. حاج آقا، برای روز پدر تا حالا شده که بچه‌هاتون براتون جشن بگیرن، پایکوبی بگیرن؟ گیر شده؟ بله. عرضم بزرگتون بهترین کادویی که از بچه‌تون گرفتین کادوی روز پدر چی بوده؟ خوبیای خودشون. خوبیای خودشون؟ احسن، خدا خیرتون داشت، سایتون مستدام، تاج سرین عزیزم. آقا امیرالمومنین میفرماید قم ان مجلسک لابیک و معلمک ان کنتم امیرا. جلوی پای معلم خود و پدر خود بیست، حتی اگر فرمان روا باشی. تیم رسانه‌ای هیئت فرهنگی مذهبی باب‌الحسین. یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب